چیزی میگم یادت بمونه. دشمنی که یقتو میگیره ترس نداره، از رفیقی که بغلت میکنه واس بترسی. هر کی باهات دعوا میکنه بابا دشمنت نیست، هر کی هم کمکت میکنه دوستت نیست. خدا قصه رو اندازه طاقت آدم میده. طاقت ما زیاد بود. میگن اگه بخوای در حقی کسی نفرین کنی دعا کن که خدایا پولشو زیاد کنه یا زورشو. بزرگی به پول و مکنت نیست، به ذات بزرگ آدمه. هیچ کس قد خود آدم دلش برای خودش نسوده. میگه که کسی که زیر رو میکشه جیبش پر میشه دورش خالی. الان اوضاع احوال اینجوری شده که هرچی آدم نامردتر، کلاهبردارتر، بی‌وجدانتر بهش میاد زرنگ. میدونی ایراد بعضی از آدما چیه؟ اینی که فکر میکنن خیلی زرنگن، کسی متوجه زرنگیشون نمیشه. میدونی حقیقت چیه؟ اون لحظه که تو چشمت رو منفعت خودت میبندی و به منفعت یه آدم دیگه فکر میکنی، بهش عشق میدی. تو دنیا یه چیزایی هست آدم خوشش نمیاد، یه آدمایی هستن آدم باشون حال نمیکنه، ولی مجبوری که باشون روبرو بشی. چرا؟ که به هدفت برسی. هیچ فکری هیچ چیزی ارزش جنگ و دعوا نداره. دنیا به کسی وفا نمیکنه. پایان همه چیز خوب. اگر پایان یه چیزی بد شد نگرانش نباش، چون پایانش نیست.